هم، به نام خدا، با عرض سلام. امروز میخواهم از نهان دموکراسی در جهان امروزی که سلسله تساهل آن در نهضت‌های اجتماعی بیشتر چشمانداز دارد کمی به شما بازگو نمایم. نهضت‌های اسلامی در دوران تمدن‌سازی از کاوش‌های متوازن جهانگشایانه بود که همیشه دنبال ساختارهای اجتماعی از تمکین در تقلیل بیشتر تمرکز داشتن. این همه پرسی ها و این کاوش ها همیشه دچار دگرگونی های سیاسی هم می شدن، اما ذلت سیاسی و ذلت اقتصادی همیشه جلوی پیشرفتی این تمدن و تمدن گشایانه را بر خود می گرفت. اصلا غیرت سیاسی نهان که ژرف و سرشت اخلاق سیاست رو در منطقه به نام افغانستان تعریف کند وجه علمی نداشت و امروز هم ارزش اکادمیک و علمیت دموکراسی در افغانستان اصلا قابل تمرکز و قابل کاوش نیست. همیشه به مثابه یک روند غیر دیپلماسی که اصلیت دموکراسی را از بین میبرد توسط شاخصهای متفاوت و شاخصهای مختلف دچار دگرگونی میگردد. این نوار کوتاه من فقط اصلی دموکراسی را تعریف کرد، اما منتظر نوارهای دیگر هم باشد. سپاس.